سلام خدمت همه دوستان مهندسی عمران و همکاران عزیز. دوستان ما اینجا هستیم تا با هم دیگه کانال یوتیوب آلما سیویل رو آغاز کنیم و توی مسیر یادگیری مهندسی عمران در کنار هم دیگه باشیم. اول از همه لازمه که خودم معرفی کنم. بنده علیرضا ماهوش هستم، مهندس پایه‌سازی نظارت مهندسی عمران. با بیش از 7 سال سابقه توی قسمت‌های مختلف مهندسی در خدمتتون هستم. بعد از اون من میخوام کانال تلگرام و پیج اینستاگرام بهتون معرفی کنم که آدرس اون رو توی کپشن براتون قرار میدم که توی اون آموزش‌های مختلف و نکات کلیدی و کاربردی در زمینه‌های مختلف مهندسی عمران قرار داده شده که خوشحال میشم توی اون مسیرم همراه ما باشید. در گام بعدی میخوام که توضیحاتی در مورد کانال یوتیوب بدم که قراره چه آموزش‌هایی ببینیم و چه کارهایی با هم دیگه انجام بدیم. ببین دوستان، شما وقتی که سرچ بزنید توی گوگل یا حتی یوتیوب آموزش‌های مختلفی برای بحث مهندسی عمران توی فیلدهای مختلف میتونید پیدا کنید. ولی ما قراره توی این کانال آموزش‌ها رو به صورت کاربردی‌تر با زبان ساده‌تر برای بهبود عمل کرد و بالا بردن سرعت شما بهتون ارائه بدیم. که خب ما میایم مفاهیم پایه را بررسی میکنیم و یک سری تکنیک ها بهتون ارائه میدیم که توی فیلدهای مختلف بتونید خروجی با کیفیت تری داشته باشید. اولین فیلدی که قراره کار کنیم طراحی سازه هست که خودم سابقه توی این زمینه دارم با انواع سازه های مسکونی با طبقات مختلف، متراژهای مختلف و اشکال مختلف و چالش هایی که توی این قسمت باش مواجه هستید من روبرو شدم و میخوام اونا رو بهتون آموزش بدم و راههایی که میتونید استفاده کنید که سرعتتون رو بالاتر ببرید و خروجی با کیفیت تری داشته باشید و بهتون آموزش بدم. در گام بعدی قراره که توی زمینه نقشه کشی سازه با اتوکد همراه هم دیگه باشیم که خب فیلدی هستش که در حال حاضر خودم به صورت تخصصی دارم کار میکنم. برای نقشه کشی برای انواع سازه های فلزی، بتونی، مسکونی، سازه های صنعتی، فونداسیون تانک ها و همچنین دیتیل های مختلفی که توی بحث فلزی و بتونی هست بیشتر آشنا بشیم. و خب در کنار اونم کار با نرم افزار سازه 90 رو یاد میگیریم که میتونه سرعت ما رو توی بحث نقشه کشی بالاتر ببره. در گام بعدی میریم سراغ نرم افزار تکلا استراکچر، قوی ترین نرم افزار سه‌بعدی توی بحث سازه‌های فلزی هست که ما میام نقشه‌های دو بعدی رو تبدیل به مدل سه‌بعدی می‌کنیم و بعد از اون نقشه‌های ساخت تهیه می‌کنیم و به کارگاه میدیم که توی این قسمت ما قرار نکات کلیدی برای بحث مدل سازی و همچنین با مدل‌های بزرگ و خفن بیشتر آشنا بشیم و حتی بیایم یک سری از مدل‌ها رو از صفر شروع کنیم و به سرانجام برسیم. در گام بعدی قراره که با بحث رویت، چه استراکچر چه آرشیتکت و همچنین فلسفه بیم بیشتر آشنا بشیم و با این علم نوظهور توی مهندسی عمران بیشتر آشنا بشیم و بدونیم که چه کارهایی قراره توی آینده انجام بده. بعد از اون قراره که بریم سراغ مترو برآورد، تهیه لیست سفر و همچنین آشنایی با فهرست‌بها و خب وظایف یک فرد دفتر فنی چیه و چه کارهایی رو باید انجام بده و چه کارهایی باید انجام بشه تا یه صورت مالی تمیز آماده بشه برای ارائه به کارفرما. بعد از اون قراره که کار با نرم افزار اکسل رو به صورت مهندسی شده یاد بگیریم و یاد بگیریم که چجوری از این نرم افزار قدرتمند میتونیم توی زمینه مهندسی عمران استفاده کنیم که بتونه کار ما رو بهتر کنه و یه خروجی قشنگتر و با کیفیت تری داشته باشه. و در گام بعدی قراره که یاد بگیریم که یک پروژه چجوری قراره که از صفر شروع بشه و چه مراحلی رو طی کنه تا به مرحله ساخت و اجرا برسه و همچنین نکاتی که توی زمینه ساخت و اجرا قراره یاد بگیریم که میتونه بهمون کمک کنه. خب این یک سری توضیحات مختصری در مورد کانال و فعالیت هایی که قراره اینجا با هم دیگه انجام بدیم بهتون دادم و بعد از اون قراره که توی هر فیلد به صورت مفصل‌تر با موضوعات مختلف و جذاب و کاربردی در خدمتتون باشیم. پس تا آموزش های دیگر و موضوعات جدیدتر، بدرود.